در قلب اروپا در بروکسل، پایتخت اتحادیه اروپا، عروسی برگزار می‌شد. سالن مجلل بود اما عروس و داماد غایب بودند. به جای آنها یک نفر توجه همه را به خود جلب کرده بود. مردی که از ایران از میان رژیم سرکوبگر آخوندی خود را به این جشن رسانده بود. او خود را آقا می‌خواند و تصور می‌کرد که بر همه برتری دارد. اطرافیان او از ساده‌لوحان تا کسانی که خود را عاقل و فهمیده می‌دانستند دور او جمع شده بودند. با احترام به او نگاه می‌کردند و سخنانش را با دقت گوش می‌دادند. گویی او پیامبری بود که از سرزمینی دور آمده بود تا آنها را هدایت کند. این صحنه پرسش‌های بسیاری را در ذهن برانگیخت. آیا این آقا واقعاً فردی خاص، زیرک و دارای بصیرت بود که توانسته بود این چنین بر دیگران تأثیر بگذارد؟ یا شاید حاضران در غفلت و عقب ماندگی از دنیای پیرامون خود اسیر توهمات و خودبزرگبینی او شده بودند؟ تأسف‌بار بود که برخی از این افراد گویی زمان را فراموش کرده بودند. در دنیایی که حقایق به سرعت آشکار می‌شوند و اطلاعات به راحتی در دسترس است، آنها همچنان در گذشته‌ای دور دست و پا می‌زند. گویی در حصار باورهای غلط و تصورات نادرست خود گرفتار شده بودند و حاضر به پذیرش واقعیت نبودند. این آقا با ادعاهای خود فضایی از قدرت و اقتدار کاذب را ایجاد کرده بود. او با استفاده از واژگان پرطمطراق و وعده‌های پوچ اعتماد کسانی را جلب می‌کرد که شاید در زندگی خود به دنبال نوعی مرجع و راهنما بودند. اما این مرجعیت بر پایه‌ای سست و توخالی بنا شده بود. در میان جمعیت زن و مردی جوان ایستاده بودند. آنها به تازگی از ایران مهاجرت کرده بودند و با دیدن این صحنه احساسی از ناامیدی و دلتنگی در آنها موج می‌زند. آنها می‌دانستند که در ایران بسیاری از مردم زیر بار ظلم و ستم زندگی می‌کنند و آزادی و امید را از دست دادند. دیدن کسانی که در خارج از کشور به جای تلاش برای تغییر وضعیت دور فردی جمع شدند که خود را آقا می‌نامد و از موقعیت خود سوء استفاده می‌کند برایشان بسیار آزاردهنده بود. دختر جوان با صدایی آهسته به دوست سرش گفت: باورم نمی‌شود. ما از ایران فرار کردیم تا از این فضای خفقان آور دور شویم، اما انگار این فضا همه جا با ماست. پسر جوان با نگاهی تلخ به آقا و اطرافیانش پاسخ داد: اینها همان کسانی هستند که در ایران قدرت را در دست دارند و مردم را سرکوب می‌کنند. حالا آمدند اینجا تا ادعای رهبری کنند و از غفلت دیگران سوء استفاده کنند. تأسف‌بار است که در قلب اروپا، جایی که آزادی و دموکراسی باید حاکم باشد، چون این صحنه‌هایی را می‌بینیم. آنها با هم از سالن خارج شدند. نور شهر بروکسل با تمام شکوهش نتوانست غم و اندوهی را که در دل داشتند از بین ببرد. آنها می‌دانستند که مبارزه برای آزادی و عدالت راهی طولانی و پر از چالش است، اما حاضر نبودند تسلیم شوند. آنها امیدوار بودند که روزی مردم ایران بتوانند آزادانه زندگی کنند و دیگر نیازی به آقاهایی نباشد که خود را برتر از دیگران بدانند. در همان سالن آقا با لبخندی رضایت بخش به جمعیت خیره شده بود. او از احساس قدرتی که داشت لذت می برد. اما نمی‌دانست که در همین لحظه 2 نفر از جوانان ایرانی در دل تاریکی شعله‌ای از امید را در قلب خود روشن کرده بودند. شعله‌ای که روزی می‌تواند تاریکی را از ایران بزداید و بساط آقاهایی چون او را برچیند. این عروسی بیش از هر چیز نمایشی از تضادها بود. تضاد میان امید و ناامیدی، تضاد میان آزادی و سرکوب، تضاد میان واقعیت و توهم. و در این میان جوانان ایرانی با کوده‌باری از تجربه و با قلبی سرشار از اراده راه خود را پیدا کرده بودند. راهی به سوی آینده‌ای روشن‌تر، بدون آقا و بدون ترس.